من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب، المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. قرآن کریم شخصیت پیامبر رو معرفی می کند. انک لعلی خلق عظیم. پیامبر اکرم رو به عنوان صاحب خلق عظیم معرفی می کند. تأکید می کند که یا رسول الله اگر خلق وجود دارد و عظیم باشد تو مافوق اون هستی و تو به عنوان الگو معرفی شدی. اگر کسی بخواهد الگویی رو انتخاب کند مصداقش تو هستی. بعد فرمود حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نسبت به مؤمنین مهربان است، خیر آنها رو میخواهد. بعد اطاعت خودش رو خداوند متعال عدل اطاعت رسول الله قرار داده. فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خدا رو اطاعت کنید، پیامبر رو اطاعت کنید. هم او رو به عنوان الگو معرفی کرده است، هم او رو به عنوان کسی که مهربان است و خیر مردم رو میخواهد و مؤمنین رو میخواهد معرفی کرده است. و هم فرموده است قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. اگر اعراض کنید از اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا، خداوند متعال خطاب کافر کرده است به این افرادی که روشون رو برمیگردانند. از دستوراتی که رسول خدا به وسیله وحی به سینه مبارکشون نازل شده است اطاعت نمی کنند. اجمالا در مورد اطاعت خدا اول صحبت کنم. من تقوی القلوب، این غایت اطاعت خداست. بعد این تقوا یعنی کسی که تقوای الهی رو پیشه کند، کسی که گناه نکند. این تقوای الهی رو خداوند متعال در شعائر قرار داده. ان الصفا والمروه من شعائر الله من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یعنی نهایت انسان به مرتبه والا که میرسد ملکه‌ای در او ایجاد می شود که مانع می شود دنبال گناه برود. بعد به عنوان شعائر صفا و مروه رو معرفی کرده. خدا چرا صفا و مروه رو معرفی کرده؟ مگر بین این دو کوه چه واقعی رخ داده که تقوا که نهایت اطاعت خداست رو نشان داده است در این مکان؟ ابراهیم هاجرش رو برداشت، اسماعیلش رو برداشت، آمد در این منطقه. خدا را اطاعت کرد چون خدا اراده کرد. خداوند متعال به امام حسین می‌فرماید شاء ان یراک قتیلا و یراهن سوایا. حرکت می‌کند به سمت کربلا
برای اینکه اطاعت خدا کنند. بعد وقتی که امر میرسد که ابراهیم برگرد، هاجر ازش میپرسد ما رو به که میسپاری؟ فرمود به خداوند متعال. زینب آمد پرسید حسین جان ما رو به که میسپاری؟ فرمود به خداوند متعال. گفت این همه زن و بچه رو چگونه رها میکنی؟ فرمود تو رو میسپارم به خداوند متعال. هاجر به ابراهیم گفت اطاعت خدا میکنم و صبر میکنم. زینبم فرمود اطاعت خدا میکنم و صبر میکنم. قرآن میفرماد ولقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. صاحبان خرد وقایعی رو خواهد داد از داستانهایی که من در قرآن برای شما نقل میکنم. عبرت بگیرید، درس بگیرید. ممکن است واقعی عظیمتر از واقعه بین صفا و مروه رخ دهد. درس بگیرید. اگر واقعی رخ داد و من در کتاب قانون که قرآن کریم از ذکر کرده ام، این شعائر است، آن چیزی است که خداوند متعال او رو انتخاب کرده. بچه تشنه شد، مفسرین میگن پاهاشو از تشنگی به هم میزد. امام حسین هم بچه 6 ماهش تشنه شد. یتلظا عطشا. مادر، اون تلاش مادر بین دو کوه صفا و مروه رو خدا دوست دارد. این حماسه رو، این حرکتی که حرکت زیبا بود برای این که بچه رو نجات دهد، حرکتی که برای این بود که بنده ای رو سیراب کند. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. خداوند متعال زمزم رو ایجاد کرد، بچه سیراب شد. ولی امام حسین، این که ما میگوییم ائمه روحی لهم الفدا مقامشون بالاتر از انبیاست، نقطش همینجاست. فذبحوه من الورید الی الورید. چون خدا اراده کرده. این اطاعت خداست. اطیع الله اطاعتش رو در شعائر قرار داده. یعنی انسان کاری رو انجام دهد که انسان رو یاد خدا بندازه. این شعائری رو که ما الان انجام میدیم، این اجتماع، این حرکات عزاداری به هر شکلی که انجام میگیرد، این انسان رو یاد خدا میندازه که این چه بوده از شخصیتی مثل سید الشهدا این حرکت رو انجام داده برای خدا. انسان رو میسازد. این اطاعت خداوند متعال است. اما اطاعت رسول خدا، فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. گفت من زحمت براتون کشیدم، شما رو از ضلالت نجات دادم، اما من چیزی نمیخوام در مقابل همه زحماتی که کشیدم. از شما میخوام که به اهل بیت من احترام کنید، اونها رو دوست داشته باشید. ما اینجور تفسیر میکنیم، میگیم محبت قلبی و عملی. هم قلباً اهل بیت رو دوست داشته باشید، هم عملاً. آخه این روزا خیلی زیاد شده، فقط لقلقه زبان است، فقط گفتاره. در عمل وقتی وارد میشی میبینی در عمل محبت وجود ندارد. بعضی از امور تأثیر کرده است، بعضی از گفتارها به مقام شامخ سید الشهدا نمیسازد که به اون نطق میشود. اون آقا گفته بود که سید الشهدا چندین بار میخواست با عمر ابن سعد ملاقات کند، مذاکره کند. این مخالف نص کلام سید الشهداست. این عقبة ابن سمعان غلام ربابه، میگه از بعد وقتی که امام حسین از مدینه حرکت کرد تا لحظه‌ای که به شهادت رسید،
من بودم از امام حسین کلمه ای رو نشنیدم که دلالت کند امام حسین میخواد سازش کند. در مواطن مختلف ذکر میکرد ان الله شاء ان یراک قتیلا، فرمود که انی به اوصالی تقطعها او تقطعها عصلان الفلوات بین نواویس و کربلا. همش از این الفاظ ادا میکرد سید الشهدا، از مذاکره و سازش بحث نمیکرد، چون خدا اراده کرده است و در مقابل اراده خدا تسلیم بود. باید خون ریخته میشد تا مردم متوجه شوند که دین بازیچه قرار گرفته. یزید دین رو به عنوان بازیچه به دست گرفته است، میخواهد حکومت و ریاست کند. دین ملعبه شده است، لذا باید خونی ریخته میشد تا مردم متوجه میشدند. و همونجا در واقعه کربلا جرقه این قیام روشن شد. زنی من از بکر ابن وائل وقتی دید خیام را آتش زدن، عمودی برداشت حمله کرد به لشکر عمر بن سعد، با آن که همسرش در لشکر عمر بن سعد بود. لذا سید الشهدا در هیچ موطنی از سازش بحث نکرده. ما قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. ما موده رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم آقا افرادی که عملا محبت خودشون رو به اهل بیت نشان دادن، این عمرو بن حمق خزاعی نمونه آنهایی که قربا حق قربا را ادا کردن، اطاعت رسول خدا را ادا کردن. آمد جلو علی ابن ابی طالب گفت یا علی ابن ابی طالب اگر دستور دهی تمام آبهای دریا رو جابجا کنم، تمام سنگها رو جابجا کنم، من حق تو را ادا نکرده ام، تمام این کوهها رو تکه تکه کنم، سنگهاش رو جابجا کنم، حق تو را ادا نکردم یا امیر المؤمنین. چرا؟ یک، به خاطر این که تو وصی رسول خدا هستی، به خاطر این که همسر تو فاطمه زهراست، به خاطر این که تو نازدانه داری سیدا شباب اهل الجنه. این نمونه کسی است که محبت واقعی اهل بیت رو درک کرده و عمل کرده. اصحاب سید الشهدا مثل امشب همه رو امام حسین جمع میکنند. بعد میفرماد که اینا با من کار دارن، من بیعتم رو از شما برداشتم، هر کسی از این تاریکی شب استفاده کند، دست یکی از بچه های من رو بگیرد، از اینجا خارج بشه. ببینید چی گفتند این اصحاب، یستقبلون الرماح بصدورهم فلم یجدوا علم مس الحدید. اینا فانی در محبت اهل بیت بودن، اینا زره نبسته بودن، اینا جلو رفتن که تیر به سینه‌شون بخورد، شهید شوند در راه محبت امام حسین که همان محبت اهل بیت است، جانشون رو بدهند. مسلم ابن عبسجه لم افارقک او اموت معک، رها نمی کنم تا جانم رو بدهم. سعید ابن عبدالله حنفی آمد جلو سید الشهدا، بلند شد تو جمعیت گفت من رها کنم تو رو؟ 70 بار اگر مرا بسوزانند زنده کنند سید الشهدا من از دست از تو بر نمی دارم. زهیر ابن قین بلند شد گفت اگر 1000 بار یا حسین کشته شوم دست از تو بر نمی دارم. محمد ابن بشیر حضرمی همینطور که سید الشهدا داشت صحبت میکرد، یارانم وفاداریشون رو ابراز میکردن، یکی صدا زد بشیر پسر تو رو در سرحد ری دستگیر کردم. سید الشهدا نگاه بش کرد گفت بعد بیعتم رو برداشتم، برو بچت رو آزاد کن. ببینید این که محبت اهل بیت رو، محبت واقعی رو درک کرده چه جواب داد. اکلت السباع
حیا لو فارقتک، گرگه های بیابان مرا تکه تکه کنند اگر من دست از تو بردارم. ما اینجوری معنا کردیم مودت رو و افراد رو معرفی کردیم که اینا با وفا بودن، افرادی بودن که خالصانه جانشون رو در راه اهل بیت دادن. محبت اهل بیت لغلغه زبان نبوده، چون ما در این که میگویند کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این کلمه درستیه، این گرفته شده از روایات اهل بیت، هرچند که حدیث نیست. اینایی که قیاس میکنن وقایع دیگر رو نسبت به روز عاشورا این اشتباهست. قضیه سید الشهدا خط قرمزه. هر واقعی که قبلا رخ داده، هر واقعی که بعدا رخ بده، قابل قیاس با قیام سید الشهدا نیست. این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا معناش اینه، بزرگان اینجوری معنا کردن که عاشورا باید همیشه زنده باشد، هر جایی باید عاشورا زنده باشد، عاشورا نباید فراموش بشه، چون دین پیوسته با عاشوراست. دین بدون عاشورا معنا نمیدهد. علل اسلام السلام ادبلیت الامه براع مثل یزید، یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمه مثلی لا یبایع مثله. همه اینا رو سید الشهدا گفته. یعنی خطی که من دارم ترسیم میکنم خط اسلام است، خط دین است. بعد معنای دیگه که کردن اینه که در هر جا و در هر مکان بندگان با واقعه عاشورا امتحان میشن. در مورد امام حسین چه صحبت میکنی؟ اونهایی که ادعا کردن امام حسین برای سلطه خارج شد کجان؟ مخالف آنچه که سید الشهدا اعلام کرده بود. لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این صریح کلام سید الشهداست. من بر سلطه خارج نشدم، من برای اون خارج شدم که از دین رسول خدا دفاع کنم. دین از بین رفته است. شما چه معنا میکنید؟ ما در معسکر سید الشهداییم، شما که تو معسکر عمر ابن سعدین چی معنا کردید؟ چند تا معنا کرده اند موده به قربا رو اینا. ببینید این دلیل این که عامه قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا رو موده در قربا رو معنای دیگه کردن، دلیلش اینه که اگر معنایی که ما کردیم اون معنا رو بکنن زیر سوال میرن. شما عاشورا کجا بودید؟ یاری امیرالمؤمنین کجا بودید؟ در قضیه حضرت زهرا کجا بودید که فاطمه زهرا ناله میکرد بین در و دیوار؟ شما لشکرکشی کردید به خانه وحی که پیامبر اکرم فرمود من افاضلها که خدا در اون خانه ذکر شود. گفتن که مراد از ذوالقربا یعنی خیشان پیامبر. خب در مورد ابولهب تبت یدا ابی لهب، این ابی لهب مگر عموی پیامبر نبود؟ اگر خیشان باشه خیشان همه رو در بر میگیرد. قرآن صراحتا میگوید بریده باد دست ابولهب. البته میدانید خیلی ها امتحان شدم تو کربلا. یکیش همین عمرو ابن قیسه، آمد پیش سید الشهدا با پسر عموش. سید الشهدا بهش گفت چی کار میکنی؟ گفت آقا جون من یه ذره طلب دارم، امور دیگه‌ای دارم باید مرتب کنم. امام فرمود فانطلقا، بید جلو من وای نسید، فلا تسمعا لی واعیه، از من کمک خواستن رو نشنوید، چون من اگر از شما درخواست کنم و واعیم به شما برسد شما جواب ندهید، به صورت فردای قیامت شما رو به آتش می اندازد. عبیدالله ابن حر جعفی این فوری از کوفه خارج شد تا فهمید امام حسین داره میاد.
بعد خیامش رو با فاصله کمی نمیدانست، با خیام سید الشهدا زد. سید الشهدا فرمودن این خیام کیه؟ جواب دادن که خیام فلانیست، ای عبیدالله هست. گفت بروید دعوتش کنید بیاید. رفتم صدای زدم، باش صحبت کردم که سید الشهدا عبیدالله ابن حربا تو کار دارد، بیا. گفت من خودم از کوفه خارج شدم که امام حسین رو نبینم، بگید معذرت میخوام، نمیتونم ببینم. بعد سید الشهدا خودشون رفتن. این که چرا سید الشهدا خودشون رفتن؟ اینا ادعای، ببین چه کرده عبیدالله. عبیدالله تا از لای خیام سید الشهدا رو دید. این که محبت باید واقعی باشه، باید حقیقی باشه، لقلقه زبان نباشه. تا امام حسین رو دید بلند شد، احترام کرد. بعضی از اصحاب تاریخ می‌نویسن حتی پای سید الشهدا رو بوسید. سید الشهدا بهش گفت چیکار میکنی عبیدالله؟ گفت آقا من وقتی در کوفه بودم 12,000 نفر آماده شدن که با شما بجنگن، در هر حال شما شهید میشید. من این اسب من، این شمشیر من در اختیار شماست. این اسبی رو که من به شما میدهم هیچ کس نمیتواند به این اسب برسد. سید الشهدا یه جوابی داده. این عامه که میگویند محبت معنای دومی که برای محبت میکنن، میگن محبت ظاهری. این محبت ظاهری همینه، مثل محبتی که عبیدالله کرده، پای سید الشهدا، دست سید الشهدا رو بوسیده. سید الشهدا چه فرمود؟ فرمود فوالله لا یسمع واعیتنا ولا ینصرنا الا اکبه الله فی نار جهنم. ای کسی واعیه ما رو، درخواست ما رو برای کمک بشنود ولی ما رو کمک نکند، خدا با صورت او رو در جهنم می اندازد. و این کلام رسول خداست که اگر اهل بیت من از کسی یاری خواستن احفظونی فی اهل بیتی. بعد معنای سومی که کردن عام بعض القربا، گفتن با کار نیک انجام دادن. خود بعثت انبیا برای همینه که مردم رو به کار نیک دعوت کنن. هنر کردید شما، این معنا کردید که ذوالقربا یعنی کار نیک، یعنی کار نیک کردن. اتفاقا خود علمای شما معنایی که ما کردیم کردن، اما شما پوشوندید. از جمله احمد ابن حنبل نقل می کند از رسول خدا سؤال شد من ذوالقربا کیم؟ 3 بار پیامبر فرمودند علی و فاطمه و ابناهما. 3 بار فرمودند مصداق بارز آیه مودت علی ابن ابی طالب است، فاطمه زهراست و امام حسن و امام حسین است. صاحب مستدرک الصحیحین از زبان زین العابدین نقل می کند بعد از شهادت امام حسین علیه السلام فرمود ما همون اهل بیتی هستیم الذی افترض الله مودتهم علی کل مسلم. ما همون اهل بیتی هستیم که خداوند متعال ما رو فرض کرده است. رسول خدا چه کرده؟ این اسوه‌ای که خداوند متعال به عنوان اسوه معرفیش کرده، به عنوان خلق عظیم معرفی کرده، به عنوان رؤوف بر عباد معرفی کرده مؤمنین، و خدا اطاعتش رو عدل اطاعت رسول خدا قرار داده. کسی که اطاعت می کند رسول خدا رو، همون اطاعت خداست. چه کرده در مورد سید الشهدا؟ شما که در معسکر عمر ابن سعدید، مگر نقل نکرده اند رسول خدا عامه نقل کرده است این رو که رسول خدا در مواطن مختلف جبرائیل خبر شهادت
سید الشهدا رو به او داده و محبت و مودتش رو سید الشهدا نسبت به امام پیامبر اکرم نسبت به امام حسین بیان کرده. ام سلمه میگه من در خانه بودم، رسول الله آمدن فرمودن من استراحت میکنم، کسی نیاید. سید الشهدا آمد، نتونستم جلوشو بگیرم. یه دفعه دیدم صدای گریه پیامبر بلند شد. رفتم جلو گفتم آقا چی شده است؟ گفت جبرائیل به من خبر داد که فرزندم به شهادت میرساند. یعنی چی؟ پیامبر از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رد میشد، باز هم این را عامه نقل کردن. دید صدای گریه سید الشهدا بلند شد، در رو زد گفت دخترم مگر نمیدانی من از صدای گریه سید الشهدا امام حسین ناراحت میشم؟ میگفت با اصحاب میرفتیم، داشتن بچه ها بازی میکردن، سید الشهدا در بین آنها بود. پیامبر او رو گرفت، بوسید، صورتش رو بین دو دستانش قرار داد. حسینون منی و انا من حسین. این حسینون منی روشن است و انا من حسین یعنی چه؟ انا من حسین یعنی من دین رو آوردم ولی بقاش با حسینه. حادث شد اسلام به وجود آمد، یه نفر میخواهد که اسلام رو نگه دارد. پیامبری که با این عظمت خدا او رو معرفی کرده است، همان پیامبر به کارهایی دست زده. چرا این کارها رو انجام داده؟ چرا در مورد سید الشهدا این محبت و مودت رو انجام داده؟ این روایات رو که خودتون در کتبتون نقل کردید. میدانید چرا اینها رو کتمان میکنند؟ میدانید مودت رو در آیه قرآن چرا جور دیگه معنا میکنند؟ دلیلش اینه که اینا تو معسکر یزیدن، اینا اعتقاد دارن یزید خلیفه شونه. چون اگر اینها خلفاشون زیر سوال برن، دینشون زیر سوال میره، آیینشون زیر سوال میره. و لذا تمام واقعه کربلا روشن است. هم خدا به شعائر اشاره کرده است، هم پیامبر اکرم محبت و مودتش رو بیان کرده و حجت رو تمام کرده. نهایت این است کسانی که از این واقعه سر میزنن، نه اطاعت خدا میکنن نه اطاعت رسول خدا. چه خبره امروز؟ امروز نامه حوس رفیع الحسین. محاصره کردن سید الشهدا. اونقدر تشنگی سخت بود که صدای العطش میفرماد تا به ابوالفضل رو گرفت. آمد جلو برادر، گفت برادرم عزیز دلم، صدای ناله بچه ها امانم رو برید، دیگه طاقت ندارم، اجازه بده. اصحاب مقاتل میگن دو برادر خیلی گریه کردن، خیلی اشک ریختن. یه جمله سید الشهدا گفته، دل ابوالفضل رو سوزانده. فرمود تو صاحب لوای منی، پرچمدار منی، تو اگه به شهادت برسی تمام این تشکیلات برای گفت لااقل برو به مردم بگو قطره آب به این بچه ها بشه. آمد جلو قوم گفت مردم شما با سید الشهدا دشمنید، این بچه ها چه گناهی کردن؟ لب تشنن مگر ناله العطش اونها رو نمیشنن؟ خیلی درشتی کردن، کلامشون خیلی دردناک بود. شمر صدا زد اگر وجه عقل همش آب بشه، قطره‌ای به شما آب نخواهیم داد. برگشت گفت برادرم فایده ندارد، اینا صحبت‌های ما رو گوش نمی‌دهند، اینا منتظرند که همه به شهادت برسند. مشت رو برداشت، با برادر خداحافظی کرد، وارد شریعه فرات شد. خوشحال است که الان میتواند به بچه ها آب ببرد. گوارای آب رو حس کرد، دستش رو زیر آب برد که بنوشد. اصحاب
مقاتل انصاف به خرج ندادن، آب رو برد بالا که بگه برادر من آب رو حس کردم، خنکی آب رو حس کردم، چشام این آب رو دید اما چون تو تشنه ای اون رو نمی نوشم، لذا رمل ما علل ما. کربلا کعبه عشق است و منم اندر حرم، باید ادای تکلیف کنم، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم. برادرم آب رو آوردم بالا، خنکی آب رو احساس کردم، چشم من آب رو دید اما نه تو خنکی، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، باید ادای تکلیف کنم، هم باید دست رو در راه خدا بدم، هم چشم رو در راه خدا بدم. معش رو پر آب کرد، اصحاب مقاتل میگن از همه جا محاصرش کردن، از هر راه روزانه ای احساس میکرد بازد، تلاش میکرد سریع رو آب رو به بچه ها برساند، صدای علعتش امانش رو بریده بود. اما ناگهان نانجیبی کمین کرد، دست راست ابوالفضل رو قطع کرد، نانجیب دیگری کمین کرد، دست چپ ابوالفضل رو قطع کرد. عمر بن سعد صدا زد فرصت ندید، اگر آب رو برساند به حسین دست چپ رو از راست تشخیص نخواهید داد، تیر باران